چیزایی هستن که بعد میگه شما از کارهای محرمانه گپ نزنید. این خونه ساخته جنایت کنه، زنا کنه، تجاوز کنه، دخترها را بگرده، بعد اینا را ما نگیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم عظیم محمد اقبال صدرالدین و دانشجویان فاکولته طبقه‌شناسی دانشگاه ملی جزیره، عکسای دو معلم در ما هست. از اینجا می‌خواستیم یک نوار درباره زمدکن‌های ما آماده نمایید. نشد یکی از معاونین دکان فاکولته طبقه‌شناسی در بست یکم سلاموف اسرائیل اسمت الله سال تولدش 6/9/1992 که تمام حقوق‌شناسانی که به قول گپ‌ها تقا ندارند به داد آمدند. یک شخصی پراخر است. دانشجویانی که از خودشان دفاع میکنند آنها را چپ گرفته در اگزمین‌ها به حال خودشان نمیگذارد. دخترانی که معقولش میشود با وعده بلند گذاشتن بلها، هفته‌ینه و کمک کردنشان در اگزمین‌ها با آنها همخوابگی میکند. در نزد ما 11 تا چنین نام‌های دختران وجود دارد. این چیزایی هستن که بعد میگه شما از کارهای محرمانه گپ نزنید. این خونه ساخته جنایت کنه، زنا کنه، تجاوز کنه، دخترها را بگرده، بعد اینا را ما نگیم. این اگر قطعی زنش یگان کار کنه، من وظیفه من گفتن نیست. وقتی این زنا کنه، تجاوز کنه با ناموس دختر تاجیک، پس این من باید نگم. همونایی که نصیحت میکنه بفهمین اینا را بر نصیحت کنه که تجاوز نکنه. او چگونه زمدکن است که در 4 سال تحصیلمان حداقل یک بار ندیدیمش که از یگان فنی درس داده باشد. هر روز با درس‌ها در اومده درس را خلل‌دار میکند. هیچ کس به او گپ زده نمیتواند، حتی دکان فاکولته، زیرا او جیان نصرالدین زاده امام علی. این نصرالدین زاده امام علی هم عکسش هست. سابق دکان فاکولته حقوق شناسی و وکیل پارلمان خودی حاضر باشد یا جمشید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مسئله های رشد اجتماعی بوده است و رابطه با جامعه باشد. والله قسم میخوریم که تماما سواد ندارد. او را در دانشگاه همو سلام داد سواد ندارد. همه سگ سیاه مینامند. همو معلمی که سال تولدش 92 بود که همو یعنی سواد ندارد. در دانشگاه همه سگ سیاه مینامند و سببش هم مثل سگان داد زدنش هست. عکس همون معلم اگر باشه من دوباره این یاردمچی پرزیدنت است که اون معلم یعنی این با پشت اون تغش میپره. خب خواهش میکنیم که یک نوار خوب علیه آنها آماده کنید. ما از داخل کشور با شما نوشته ایستادیم. ما با شما این دانشجویان در حق ما دعاگو باشید و ما هم در حق شما دعا میکنیم که الله ما را هم حفظ کند از شر این ملیسه و امنیت و شما را هم از شر اینها حفظ کند. خوب دیگر این هم دانشجویان از داخل کشور. خوب اینو ما از پیش خود ما نگفتیم.